شرایط تحصیل برای دانشجویان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی باز هم بهتر و خوبتر شد. در سال نو تحصیل 2023-2024 سیمخانه‌های این مؤسسه عالی تعلیمی با میز و کرسی‌های نو تامین گردیدند. باعث ذکر است که میز و کرسی‌ها در پارک تکنولوژی دانشگاه آموزگاری با طرح گوناگون استحصال گردیدند. این پارک تکنولوژی در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان سال 2015 تأسیس یافته است، ولی فعالیتش چندان نظررس نبود. در دایره تشبس‌های رهبریت دانشگاه در سمت مطابق نمودن و طبق طلبات زمانی معاصر به راه ماندن فعالیت مؤسسه‌های علمی و تحصیلات عالی باری نخست در این دانشگاه استحصال میز و کرسی‌های زمانوی به راه مانده شد. فعالیت پارک تکنولوژی توسعه یافت و اولین شده در میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی استحصال میز و کرسی ها را برای صنفخانه های تعلیمی دانشگاه به راه ماند و باعث خوشنودی است که همین فعالیت پارک تکنولوژی سبب شد که میز و کرسی هایی که هنوز از سال 1931 در دانشگاه استفاده می شدند دوره به دوره عوض کرده شود. باید گفت که امروز سمت فعالیت این پارک تکنولوژی به بهتر گردانیدن کاری تعلیم و تربیت در دانشگاه نگرانیده شده، تنها برای پیشبرد کارهای خواجگی دانشگاه به راه مانده شده است. تا امروز قسم زیادی صنفخانه‌های تعلیمی، فاکولتت‌ها و لیسه نزدیک دانشگاه نیز با کرسی‌های استحصال نموده دانشگاه تامین کرده شده‌اند. ریاست دانشگاه تصمیم گرفته است که تا آغاز سال نو تحصیل صنفخانه‌های تعلیمی، فاکولتت‌های پداگوژیک، گئوگرافیا و زبان و ادبیات روس را پورا با میز و کرسی‌های نو تامین نماید. در برابر این دانشگاه دولتی آموزگاری به 4 مکتب میانه عمومی چند شهر و ناحیه جمهوری نیز همچون کمک میز و کرسی‌های استحصال نموده پارک تکنولوژی را تقدیم نموده است.